سنسی من. بیا گوش کنید دانشجو 323 بیا احوال پسر دخترای دانشجو، هر کی بره دانشگاه میشه حالش خوب. میخوام برم دانشگاه، وضعیت اضطراری دانشگاه محبوبم آزاد اسلامیه. دم در زده یه برگه اعلامیه، حفظ حجاب واسه دانشجو الزامیه. وقتی از در گذشته ناب علیه، به جای کیف زیر بغل چادر ملیه. دختر و پسر جدان توی دانشگاه، انگار خبریه پشت دانشگاه. همه پیش هم این کارو چیه؟ باعث معذرت بقیه شطرنجیه. آرشگاه دخترها توی دستشویی، میز توالتشم سنگ دستشویی. تو دلبری چون قرمز لبات، برو پاک کن چون گیر میده الان. بعد کلاس همه پشت دیوارن، همه تو کفن کف سیگارن. سر کلاس یا غایب یا خوابن، اونا که اصلا دستمال زن استادن. یه مش استاد بی سواد شفله، دو پیروز علی دایی حالا شدن پله. ازش میپرسه سوال میگه مهم نیست، استاد جواب نمیده چون بلد نیست. دخترها یه چیز دارن که پسرها ندارن، واسه همینه تو نمره گرفتن استادن. پسر با پول خر میکنه استادو، دختر با چشمک زد مخ استادو. اشغال ماست خونه مجردی، خونه مختلط اسمش مجردی. توی خوابگاه آموزش بار زدن، دو سه تا نشه باز در حال تل زدن. همه مست دست و پا بالا، خونه دانشجویی حال به خدا. اگه ترمادول باشه پسر چی میشه؟ بدون خلاف شب صبح نمیشه. قلیون عرق و برق و زربرق، لباسا خیس گریز عرق. پسرا داف دزدی مثل راه زنا، باید بیای خوابگاه تا قبل اذان. همه منتظر اینن که مردود شن، آرزوی دانشجوهاست که مشروط شن. برو حال کن پسر که یه دانشجویی، بهترین دوران دانشجویی. از علاقه‌مندان عزیز جهت ثبت نام در دانشگاه آزاد دعوت به عمل می‌آید. دخترها پسرها، دانشگاه آزاد اسلامی بهترین جا برای اشغال. هر کی دوست داره بیاد. شاهی